به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان عزیز، درس امروز رو شروع می‌کنیم. در ادامه نکات مثلث متساوی و ساقین، جلسه گذشته قضیه ویویانی شماره 3 رو خدمت شما یادآوری کردیم که شما این مطلب رو بالای صفحه 118 جزوه درسیتون مشاهده می‌کنید. عرض کردیم که نکات مقدماتی رو گفتیم که ارتفاع رادیکال 3 دوم آ، مساحت رادیکال 3 چهارم آ دو و قضیه ویویانی 3 رو هم اشاره کردیم بچه‌ها. من چون خیلی مهم هستش دوباره تکرار بکنم و بعد برسیم به حل تست 19. عرض کردیم که مجموع فواصل هر نقطه دلخواه داخل مثلث متساوی الاضلاع از 3 ضلع، نه از 3 رأس بچه‌ها. خب از 3 رأس یه نکته‌ای داشت که از کتاب درسی حذفش کردن و با قضیه حمار اثبات می‌شد. مجموع فواصل از 3 ضلع برابر میشه با ارتفاع. یعنی در شکل ما QP OP به علاوه OQ به علاوه ON میشه ارتفاع آهاش. خب دقت هم بفرمایید که رادیکال 3 دوم آ طولشه و چنانچه ما 2 عمود داشته باشیم، 2 عمود با مثلث متساوی و ساقین، این میشه قضیه ویویانی 1 و 2. ولی اگر 3 عمود داشته باشیم با مثلث متساوی الاضلاع، این میشه ویویانی 3 که خب معروف‌تره یه مقدار. یعنی شما نگاه میکنید میبینید از ویویانی 3 استقبال بیشتری میشه توی کنکور آزمایشی ها. بسیار خوب. تست 19 چی میگه بچه‌ها؟ یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع به طول 4 واحد قطر یک مربع است. پس من باید این شکلی بکشم که این خاصیت رو داشته باشه. کوتاه‌ترین فاصله رأس دیگر مربع، این دیگر معنی داره ها، از ضلع این مثلث کدام است؟ خب بریم بچه‌ها یه شکلی رسم کنیم با هم. من اندازه ها رو روش براتون بنویسم و حلش کنیم. دوستان بزرگوار، یه مثلث متساوی الاضلاع باید بکشم به این صورت که پای تخت مشاهده می‌فرمایید. این مثلث متساوی الاضلاع من. خب حالا چجوری رسم کنم ادامه‌شو؟ من وقتی سر کلاس ها، حالا الان که کرونا هیچی، ولی قبلا که ما سر کلاس ها بین ردیف و قدم میزدیم ببینیم بچه ها چی می نویسن برای ما، میدیدیم که بچه ها یه غلط مصطلح دارن. میان بچه ها اینطوری رسم میکنن این رو، یعنی مثلا اینجا یه مربع میکشن بعد مثلثشون رو اینجوری میکشن. این غلطه ها، به خاطر اینکه اگر شما این رو در نظر بگیرید اون وقت بچه ها این زاویه 45، این زاویه هم 45. خب این مثلث که متساوی الاضلاع نیست، این ساقین بچه‌ها، ساقین و قائم الزاویه است در رأس بالا. پس این غلطه، من پاکش میکنم. خود شکلش مهمه، یعنی خود این شکل این سوال در واقع 19 صفحه 118 جزوه مهمه. سراسری ریاضی 92 بوده، خب نزدیک به در واقع حالا 8-9 سال داره میگذره و یه جورایی از یادها رفته، ممکنه دوباره تکرارش کنن از قصد. عزیزان ببینید، من یه دونه خط کمکی اینجا بکشم که بتونم دقیق تر رسمم رو انجام بدم. این خط کمکی رو که کشیدم به این صورت، یه مقیاسی دستم میاد. در واقع میدونید این خط کمکی عمود منصف قاعده است تا من شکلم کج و کوله نشه بچه‌ها. حالا که میخوام مربع بکشم اینطوری رسم میکنم. ببینید به این صورت، اینجا، بعد به اینجا و بعد به اینجا. حالا تقریبا چیزی که ما با هم رسم کردیم بچه یک مربع هست. شما الان در تصویر مربعی رو مشاهده میفرمایید که قطرش ضلع مثلثه. خب همینجا دست نگه داریم بچه ها. ببینید قطرهای مربع عمود منصف هم دیگن. با توجه به اینکه
ضلعه مثلث 4 بوده، پس اینها هر کدوم 2 واحدن. ببینین 2 2 اینجا همینطور، اینجا همینطور. اسم اینجا رو مثلا بذاریم هاش با هم. خب خوبه. حالا میگه مجموع فواصل رأس دیگر مربع. چرا میگه دیگر؟ اگر شما این 2 رأس مربع رو به عنوان رأس‌های درگیر شده در نظر بگیرین، آخه 2 سرش روی 2 سر قاعده افتاده، اینا رو درگیر شده در نظر بگیرین، بچه رأس دیگر منظورش بالا پایینی است که بیکارن. خب حالا به من بفرمایید ببینم فاصله پایینی از ضلع چقدره؟ میشه این خط چینیه. نگاه کنین. عمود میکنم دیگه، شما بهتر از من میدونید فاصله نقطه از خط یعنی عمودی که از نقطه به خط فرود میاد. این یه عمود. حالا از این رأس بخوام عمود کنم چطور؟ مثلا رأس به عنوان مثال دی بگذاریم اسمش رو، رأس دی. بچه ها وقتی عمود میکنیم میبینیم عمودمون اینطوریه. اصلا از این ورم میشه عمود کرد، هر کدوم که دلتون میخواد. یکی هن. این 2 تا عمودی که من الان دارم رسم میکنم براتون با هم برابرن، هیچ مشکلی نداره، هر کدومو دوست دارین حساب. خب این کوچولوتره یا این؟ بچه این خیلی کوچیک‌تره، قشنگ شهودی معلومه. پس من اینو پاکش میکنم با اجازه شما که بعدن که فیلمو نگاه میکنین دوباره گیج نشین دیگه. پس این رده و همون دیهاش یا دیهاش پریم پاسخ سوالن. خب آقا حالا اندازه‌شو از کجا در بیاریم؟ دوستان بزرگوار، زودتر خدمتتون گفتم هر وقت 2 عمود دیدین در ساقین یاد ویویانی 1 و 2، هر وقت 3 عمود دیدین در اضلاع یاد ویویانی 3. آیا اینجا 3 عمود میبینیم؟ بله. ای کاش من میتونستم از رنگ‌های متفاوت استفاده کنم تا اینا رو به شما نشون بدم. نگاه کنین، دیهاش 1 عمود، اینها دیهاش پریم 2 تا، دیهاش زگون 3 تا. خب دوستان بزرگوار، پس من قضیه ویویانی 3 در مثلث ABC. عزیزان باهوش نگاه کنین اینجا رو. من میگم که دیهاش به علاوه دیهاش پریم به علاوه دیهاش زگند باید برابر باشه با ارتفاع مثلث. خب ارتفاع مثلث مساوی الاضلاع میشه رادیکال 3/2 آ. بچه ها آ رادیکال 3/2 با توجه به اینکه آ رو خودشون گفتن 4، آ رو میذارم 4، پس میشه 2 رادیکال 3. این از سمت راست. سمت چپ چه خبره؟ دیهاش پریم و دیهاش زگند که برابرن، پس به جای اینها مثلا میذارم 2 تا دیهاش پریم. دیهاش چنده آقا؟ دیهاشو که دارم، اینها 2 واحده، نصف قطر مربع، این 2 واحده، پس اینجا میذارم 2. در نتیجه 2 دیهاش پریم مساوی میشه با 2 رادیکال 3 منهای 2. 1 تقسیم بر 2 هم لطفاً انجام بدین تا دیهاش پریم مطلوب ما در بیاد. میشه رادیکال 3 منهای 1 جواب آخر. یعنی پاسخ سوال میشه گزینه 2، رادیکال 3 منهای 1 گزینه 2. حالا ببینید دوستان بزرگوار من، این سوال یه راه دیگه هم داره ها که اصلا به نکته ویویانی هیچ وابستگی نداره. من خدمتتون بگم ممکنه شما به هر دلیل نکته فراموشتون بشه. خب به هر حال ما انسانیم و تو شرایط آزمون قرار میگیریم، ممکنه یه مقدار رو فرم نباشیم دیگه. بچه ها اگه نکته یادتون رفت فدای سرتون، بیاید اینجا خوب به مثلثه. پس ببین این راه حل اول، اینجا رو من ببندم، میخوام اشاره کنم به راه حل دوم. بچه خوب به مثلث AD هاش پریم نگاه کنید، AD هاش پریم رو پیدا کنید، AD هاش پریم. بفرمایید ببینم زاویه های A1 و A2 چند درجن؟ چون شما در مثلث متساوی الاضلاع انگار عمود منصف یا ارتفاع یا نیمساز کشیدین دیگه، چون قطرهای مربع عمود منصفن. وقتی هم که بالا میره
عمود منصف قاعده حتما از رأس رد میشه در مثلث متساوی الاضلاع. پس اون بالا بی برو برگرد 60 تقسیم بر 2 30 درجه است. خب دوستان من، وقتی آ1 30 درجه هست، ما در مثلث سلطان کی بود؟ قائم الزاویه. در مثلث قائم الزاویه روبرو به 30 درجه نصف وتره، یعنی دی هاش پریم برابر است با 1/2 آده. حالا آده رو از کجا بیارم؟ آده، بچه ها برای آده نقشه دارم. اشکالی داره آده رو بنویسم آهاش منهای دهاش، آهاش منهای دهاش. خب آهاش که ارتفاع مثلثمه، میشد رادیکال 3/2 آ. اینها 2 رادیکال 3 2 رادیکال 3. بچه دهاش هم چقدره؟ 2 نصف ضلع مثلث بود دیگه 2. شما میخواین نصفش رو حساب کنین، 1/2 فراموشمون نشه، نصف اینو میخوایم دیگه. خب بچه ها نصف این میشه چی؟ باز هم میشه رادیکال 3 منهای 1، همون جوابی که بالا پیدا شده بود. اینم از این 2 تا راه. یه تذکر، سر کلاس بچه ها از ما میپرسن که آقا چرا ده هاش زگون با ده هاش برابره؟ شما گفتی که به خاطر تقارن، ولی دلیل محکمتر ندارید. چرا؟ داریم بچه ها. دلیل محکمتر اینه، ما میگیم دی نقطه است واقع بر ارتفاع یا عمود منصف یا نیمساز. اصلا میخواستم به نیمساز اشاره کنم. بچه ها تعریف نیمساز چی بود؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه است، مجموعه نقاطی از صفحه است که فاصله شون از اضلاع زاویه برابر باشه. پس فاصله دی از 2 ضلع زاویه آ که رو نیمسازش دی برابره دیگه. اینم دلیلش. بریم سراغ ادامه نکات. یه دونه تست نمونه از مثلث متساوی الاضلاع حل شد. عرض کردم تست ارزنده‌ایه و احتمال تکرار هم میدیم براش. بریم سراغ نکات میانه. بچه سالهای گذشته، یعنی خود سالهای دورتر، میانه در کنکور سراسری یه حکومت خیلی ظالمانه‌ای داشت. یعنی خیلی ازش سوال می اومد و سوالای سختی هم مطرح می شد. بعضا بچه هم از پسش بر نمی اومدن، تا اینکه نیمساز حکومت رو از دست میانه گرفت و الان چند سال نیمساز بازارش داغه. ولی هنوز هم تو آزمون‌های هماهنگ میانه در واقع اجر و قرب خودش رو داره ها. به خاطر همین می‌خوایم راجع به میانه با هم صحبت بکنیم الان. پس پایین صفحه 118 دوستان عزیز من نگاه کنید. نکات میانه، نکات میانه. خب بچه‌ها اولین نکته، اگر من یک مثلث دلخواه داشته باشم و بیام میانه این مثلث رو رسم بکنم، میانه به وسط ضلع مقابل فرود میاد و اولین اتفاقی که به محض رسمش میفته چیه؟ 2 تا مثلث هم عرض یا هم مساحت تولید میکنه. بچه ها هم عرض با زیر ای، هم مساحت یا معادل، هر کدوم از این کلمه ها ممکنه تو کنکور استفاده بشه، مراقب باشید. خب چرا این 2 تا مثلث سمت چپ و راست هم مساحتن؟ به خاطر که اینها ارتفاع مشترک دارند به نام هاش. حالا مشکلی نداره، برای دوندون چون منفرج الزاویه است ارتفاعش خارجش افتاده، ولی به هر حال ارتفاع مشترک دیگه، ارتفاع مشترک داره با سمت چپیه و قاعده‌شون هم برابر با هم. پس مساحت چپ با راست برابره. من قبل از اینکه به هر نکته دیگه اشاره بکنم یه سوال میخوام ازتون بپرسم. شاید اینو قبلا هم پرسیده باشم در متوازی الاضلاع، حالا تو مثلث میخوام بپرسم. بچه‌ها اگه این یه میانه باشه به وسط ضلع مقابل وارد شه، خب و من دوباره این کارو تکرار کنم، به وسط ضلع مقابل، بازم وسط، بازم وسط و بازم وسط، حالا مساحت این کوچولوه اونجا چقدره؟ به شرطی که مساحت بیرونیه باشه مثلا 128. بچه‌ها نگاه کنین، وقتی اولین میانه رو میکشین این نصف میشه بلافاصله 128 تون میشه 64 تا. 64 رو دوباره میانه میکشین این میشه 32 تا. این که 32 باشه یه میانه دیگه کشیدیم 16 تا. برای این میانه کشیدیم این میشه 8 تا
و برای اینم میانه کشیدیم و اون میشه 4 تا. پس اس هاشور خورده عددش میشه 4. خب یه استراحت مختصر بکنیم تا فیلم بعدی.